نقدهایی روبرو میشم راجع به ماراتون کیش. یاد یک ضرب المثل معروفی افتادم توی امریکایی‌ها هست، بهش میگن آرمچر کوارتربک، یعنی روی مبله هایی که حالت دسته داره میشینن و لم میدن آدما. کسایی هم نقد میکنن که خودشون اگه بگی که میتونی 1 کیلومتر بدوی میگه نه تا حالا اصلا انجامش ندادم، یا اینکه بگید ورزش چقدر کردی میگه اصلا من سابقه ورزشی ندارم. حتی افرادی هم که برای خودشون دستاوردی دارن و یه جایگاهی دارن تو هر رشته‌ای، حالا میخواد ورزشی باشه غیر ورزشی باشه، هیچ وقت به خودشون اجازه نمیدن که بخوان دستاورد یا رفتارهای دیگران رو مسخره کنن به عادتی که برانگیخته میشه و حالا مکانیزم دفاعیش چیه؟ که تمسخر کنه، که قضاوت بکنه، که ناچیز جلوه بده. حالا افراد دیگه هم که اختلال‌های نارسیس یا خودشیفته هم داشته باشن که کلاً تشویق کردن رو بلد نیستن و فقط دوست دارن که کوچیک